استاد جان همون جایی که گفته بودی تونل یه فضای خالی داده بود کار کردم، الان رسیدم به یه تونل. تونل هم همینجا رو به من میده. میره داخل تقریبا اندازه خودم 120 میشه، ردی 120 میشه ولی ادامه داره، نزدیک 34 متر میره داخل. فعلا امشب دهنشو پر کردم، به امید خدا بازم ادامه میدم. امروز باز میکنم دهنشو، میرم داخل. مهندس خاک باتم، دست در نکن. مهندس سعید تا اینجا تمیزش کردیم، اومدیم یه خاک علش شده خوردیم اینجا. از این بعدش مونده به شما هر زور دستور بده اونجوری کار کنیم. فدات شم. ببین اینجا دیگه بسته شده، باید خاک علش شده شو تمیز کنیم. دیدی؟ فدات شم.